سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو بچه‌ها. امروز تو این ویدیو میخوایم بهترین حاد 4 انگشتی موبایل رو بهتون بدیم، ببینید، لذت ببرید، حالو بردارید، بازیتون رو خفن کنید. آقا برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، ما اومدیم تو ترنینگ مود، حالو بهتون نشون بدیم. بردارید بچه، کد حادم وسط های ویدیو یا آخر ویدیو براتون گذاشتم، ببینید، بزنید و آقا بازیتون رو خفن کنید. بچه خواهد همین شکلیه که میبینید. بهتون نشون بدم بچه. دکمه بذار دکمه های بالا، دکمه انگشت اشاره سمت چپ، دکمه اسلاید و جامپ و تیر رو کنترل میکنه. دکمه اون سمت هم با انگشت سمت راست اشاره، دکمه سویچ رو کنترل کنه. بچه من آیپد پلیرم، من از آیپد اومدم رو موبایل که آقا این هادو چیدم و فقط یه تست کنم ببینید شما چی. آقا هادو ببین، من تا حالا با این هاد پلیر ندادم، الان دارم اینجوری باش پلی میدم. دیگه شما اگه مثلا 3 روز 4 روز با این هاد پلی بدید میشینه دستتون دیگه، اصلا کلاف و رنده میکنه. بچه خیلی هاد خوبیه، هاد آسونیه، هادیه که زود یادش میگیرید دیگه، سختم نیستن. یاد مشیولیه. من خیلی حال کردم با این هاد. انشالله بتونید بازیتون رو خیلی خفن‌تر کنید. بچه اگر این ویدیو حمایت هم کنید، یه دونه ویدیو براتون میسازم چجوری سنس خودتون رو پیدا کنید. آخر ویدیو سنس خودم گذاشتم، کارتون خیلی شاید نیاد ولی اگه خواستید میتونید بچینید. سنسم برای آیپده. و دیگه لایک، کامنت، سابسکرایب هم بزنید و ما رو 50 ساب برسونید. استریم بذاریم تو یوتیوب براتون. صفحه سیتی نگاه کنید بچه. حال من خیلی با این حال کردم واقعا، خیلی خفنیه. یه ذره جلوتر کد حالم براتون میذارم، بعد کد حال سنس هم بهتون نشون میدم. ببینید حال 4 انگشتیمون. خب بچه کد حال رو الان براتون گذاشتم. کد حال آقا بریم سنس هم بهتون نشون بدم. این سنس من فیکس اسپی پلی میدم. استرانس سنسیتیم 190، اسنایپر سنسیتیم 150. این هم فایرینگ سنسیتیویتیم. این هم واسه سنس من میزه دیگه. بات بزنیم بچه ها. زود اگه رو موبایلی سنس مثلا سنستون حالتون زود تغییر ندید، زود عوض نکنید. میگیری چی میگم؟ این هم حالشه. بذارید من یه عکس هم میگیرم کارم میاد. خب بله بچه داشتم میگفتم زود آقا حادتون مثلا عوض نکنید، چون به یه حاد باید عادت کنید. اگه نمیتونید باید خوب پلی بدید، حاد خوب جور کنید بعد دیگه عوضش نکنید. مثلا این حادو بشید دیگه عوضش نکنید، دیگه بازیتون دوباره خراب میشه. نگاه کنید آقا، خیلی حاد خفنی بود بچه. من خیلی با این حاد حال کردم، بسیار حاد خفنی بود، بسیار. خیلی خدا وکیل باشه که بهتر خدا بکنه موبایل دارم. اصلا حال خیلی خفنیه بچه. این مدت از ویدیو امروز امیدوارم خوشتون اومده بوده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب بزنید. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا پیس.